چین یه کشوریه که شما هر روز از یه چیزی شگفت زده میشین. الان توی فرودگاه هم توی شهر گوانجو تماشا بکنین. ببینید این اون بردیه که پروازها و ساعت پروازها، شماره پروازها رو زده. حالا شما اگه اینجا پرواز پیدا نکنی یا چیزی، میای توی این صفحه ببین، فقط با اسکن کردن صورتتون اطلاعات پرواز میاد. نگاه، شماره پرواز من، ساعت پروازم، شهر پروازم. دقت کردین؟ نگاه یه بار دیگه بگیرم. گیتش هم می نویسه واسهتون کامل. دمشون گرم واقعا. چین یه کشوریه که شما هر روز از یه چیزی شگفت زده میشین. الان توی فرودگاه هم توی شهر گوانجو تماشا بکنین. ببینید این اون بردیه که پروازها و ساعت پروازها، شماره پروازها رو زده. حالا شما اگه اینجا پرواز پیدا نکنی یا چیزی، میای توی این صفحه ببین، فقط با اسکن کردن صورتتون اطلاعات پرواز میاد. نگاه، شماره پرواز من، ساعت پروازم، شهر پروازم. دقت کردین؟ نگاه یه بار دیگه بگیرم. گیتش هم می نویسه واسهتون کامل. دمشون گرم واقعا. چین یه کشوریه که شما هر روز از یه چیزی شگفت زده میشین. الان توی فرودگاه هم توی شهر گوانجو تماشا بکنین. ببینید این اون بردیه که پروازها و ساعت پروازها، شماره پروازها رو زده. حالا شما اگه اینجا پرواز پیدا نکنی یا چیزی، میای توی این صفحه ببین، فقط با اسکن کردن صورتتون اطلاعات پرواز میاد. نگاه، شماره پرواز من، ساعت پروازم، شهر پروازم. دقت کردین؟ نگاه یه بار دیگه بگیرم. گیتش هم می نویسه واسهتون کامل. دمشون گرم واقعا. چین یه کشوریه که شما هر روز از یه چیزی شگفت زده میشین. الان توی فرودگاه هم توی شهر گوانجو تماشا بکنین. ببینید این اون بردیه که پروازها و ساعت پروازها، شماره پروازها رو زده. حالا شما اگه اینجا پرواز پیدا نکنی یا چیزی، میای توی این صفحه ببین، فقط با اسکن کردن صورتتون اطلاعات پرواز میاد. نگاه، شماره پرواز من، ساعت پروازم، شهر پروازم. دقت کردین؟ نگاه یه بار دیگه بگیرم. گیتش هم می نویسه واسهتون کامل. دمشون گرم واقعا. چین یه کشوریه که شما هر روز از یه چیزی شگفت زده میشین. الان توی فرودگاه هم توی شهر گوانجو تماشا بکنین. ببینید این اون بردیه که پروازها و ساعت پروازها، شماره پروازها رو زده. حالا شما اگه اینجا پرواز پیدا نکنی یا چیزی، میای توی این صفحه ببین، فقط با اسکن کردن صورتتون اطلاعات پرواز میاد. نگاه، شماره پرواز من، ساعت پروازم، شهر پروازم. دقت کردین؟ نگاه یه بار دیگه بگیرم. گیتش هم می نویسه واسهتون کامل. دمشون گرم واقعا. چین یه کشوریه که شما هر روز از یه چیزی شگفت زده میشین. الان توی فرودگاه هم توی شهر گوانجو تماشا بکنین. ببینید این اون بردیه که پروازها و ساعت پروازها، شماره پروازها رو زده. حالا شما اگه اینجا پرواز پیدا نکنی یا چیزی، میای توی این صفحه ببین، فقط با اسکن کردن صورتتون اطلاعات پرواز میاد. نگاه، شماره پرواز من، ساعت پروازم، شهر پروازم. دقت کردین؟ نگاه یه بار دیگه بگیرم.